خب تو این یکی مثال میخوایم ببینیم وقتی یه جسمی داره روی یک دایره، فرض کنید دایره است، خیلی شبیه دایره نیست، داره سر میخوره، پرتاب میشه. مثلا یه موتور سوار داره میره بالا، مثلا اینکه یه نخی چیز نیست که نگهش داره، فقط سطح نگهش داشته، داره دور میزنه. میخوایم تو بالاترین نقطه سرعتش چقدر باید باشه تا بتونه دور کامل بزنه. اولین چیزی که باید انجام بدیم اینه که نیروها رو مشخص کنیم. خب مشخصه بالاترین نقطه ام جی به سمت پایین داره. همزمان نیرویی که باعث شده اصل کاری که نمیذاره این پرتاب بشه، نیروی عکس العمل سطحه. این دوتا نیرو با هم دیگه جلوی حرکت شخص به سمت بیرون رو میگیرن. یعنی این دوتا هستن که نیروهای شعاعی منو تشکیل میدن و جمعشون با هم دیگه میشه نیروی جانب مرکز من، عالم که شعاع دایره است. اگه فرضاً به جای اینکه سطح باشه یا نخ بسته شده بود و داشت میچرخون، اون موقع به جای FM بدلش میفتی. بعد دقت کنیم که اینجا استکاک و مقابل هوا اثری ندارن. چرا؟ به خاطر اینکه هر جفتشون به شکل مماس بر مسیر هستن. یعنی سرعت من اگه در این راستا باشه، نیروی استکاک و مقاومت هوا هر جفتشون با حرکت دارن مخالفت میکنن و کاملا مماس هستن و اثری روی این نیروهای شعاعی ندارن. پس ازشون به طور کامل چشم پوشی میشه. فقط تنها چیزی که برای ما مهمه نیروهای شعاعی که داریم همین دوتا نیرو هستن و بقیه‌اش هیچ کاری نداریم. خب حالا میخوایم این حداقل سرعتی که جسم باهاش میتونه یه دور کامل بزنه چقدره. تو بحث نیرو گفتیم حداقل سرعت یا حداقل چیز وقتی گفته میشه و میخوایم ببینیم که جسم از سطح جدا بشه، بیفته، جایی هستش که Fn برابر با 0 باشه. اینجا جایی که جسم آستانه یا افتادنه، سرعت یک کوچولو کمتر بشه میفته و اون سرعت عملا مماس بدون اینکه تماس با سطح داشته باشه ردش میکنه. پس من واسه اینکه بخوام کمترین سرعت پیدا کنم باید Fn رو با 0 قرار بدم. پس 0 به اضافه mg برابر میشه با m v2 r. پس m با m که میره چون برن که 0، v2 برابر میشه با r ضرب در g و طبیعتا v میشه رادیکال rg. با گشتن مقدار جواب قشنگ به دست میادش.